أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب تحریم اتخاذ الكلب الا لصید او ماشیة او زرع. یعنی که باب در مسئله حرام بودن نگاه داشتن سگ، الا لصید، مگر اینکه سگی برای شکار باشد، او ماشیة، مگر اینکه سگی که برای گوسفندوانی باشد، یعنی سگی که رمه وانی میکند، مالها را نگاه میکند، او زرع، یا سگی که برای نگاه و بین کشاورزی باشد. پس این سگها را نگاه کردن، این سه نمود سگ را در خانه نگاه کردن یا این سه نمود سگ را با خود داشتن جایز است. غیر این سه سگ را نگاه داشتن حرام و ناجایز و نادرست و از گناهان کبیره می باشد که برای صاحبش بسیار ضرری کلان دارد نسبت به اعمال صاحبش، نسبت به ثواب و پاداشی که صاحب اون سگها روزهای دراز مهنت میکند و زحمت میکشد، ثواب و پاداش جمع میکند. پس داشتن این سگها سببی از بین رفتن آن پاداش و ثوابهای صاحبش میگردد. امام نووی رحمه الله این باب را کشاده در زیر این باب برای ما و شما دو حدیث تقدیم میکند. اولین حدیثی که میارد حدیث 1687 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1687 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول. یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که میگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که میگفت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتند که من اقتنى کلبا، یعنی هر کسی که نگهداری بکند سگ را، هر انسانی که در خانهش یا همراه خودش سگ داشته باشد، الا کلب صیدین، مگر اینکه سگ شکاری، او ماشیتین، یا سگی که برای نگاه و بین گوسفندان و رمه و مال می باشد، فانه، پس هر آینه حال انسانی که همراه خودش سگ دارد غیر از این دو سگی که در این حدیث ذکر شد، فانه ینقص من اجره کل یوم قیراطانی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که ینقص من اجره، یعنی کم و کاسته می شود از پاداش اعمال صاحب اون سگ، کل یوم قیراطانی، هر روز دو پیمانه، دو قیراط از پاداشش کم می شود به سبب نگاه داشتن سگ یا با سببی با خودش سگ داشتن، که این حدیث متفق علیه می باشد. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمده است قیراطون، یعنی به اندازه یک قیراط از پاداش صاحبش کم می شود. قیراط را ما و شما می دانیم که اندازه کمی نیست، بلکه بسیار یک اندازه بزرگ است. چطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند که من اتبع جنازه مسلمین ایمانا و احتسابا، یعنی هر کسی که از دنبال تشییع جنازه مؤمن برود، پس این تشییع جنازه میکردگیش از روی ایمان و احتساب باشد، یعنی ایمان داشته باشد و با نیتی پاداش به دست آوردن از
پشت مرده برادر مسلمانش می رود، یعنی که می رود جنازه می کند و می برود اون را در خاک می سپارد. و کان معه حتی یصلی علیه، یعنی می باشد همراه اون جنازه تا اینکه یصلی علیه، نماز خوانده شود بر اون جنازه، نماز جنازه خوانده شود. و یفرغ من دفنها، و یفرغ من دفنها یعنی که به خاک سپرده شود و به آخر رسانده شود خاک سپاریش. فانه یرجع من الاجر بقراطین، پس اون انسان میگه باز میگردد به سبب این کارهای کردگیش با اجری که با اندازه 2 قراط است. کل قراط مثل احد، یعنی که هر یک قراط به اندازه کوه احد است. پس ببینید قراط چی اندازه است؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم در این حدیثی از دنبال جنازه رفتن و برده به خاک دفن کردن و سپاریدن مرده اندازه قراط را بیان کردن که قراط یعنی به اندازه کوه احد. کوه احد، پس اکثرا حاجی ها میدونن چقدر کوه بزرگ است. کوه احد را اکثرا میدونن چقدر اندازه دارد، یا میتوانید که اکثر شما در اینترنت و در شبکه‌های اینترنتی هم ببینید کوه احد یعنی چی، یعنی چی اندازه. پس هر انسانی که از دنبال جنازه میرود و اون را دفن میکند، نماز جنازهش میخواند و دفنش میکند و بعد به خانهش بازگشته میآید، اون انسان به اندازه 2 قراط، به اندازه 2 برابر کوه احد اجر و پاداش میگیرد. پس انسانی که در خانهش سگ رو نگاه میدارد یا انسانی که با خودش سگ رو نگه میدارد، اون انسان هر روز انا همین اندازه، یعنی که به اندازه 2 برابر کوه احد ثواب و پاداشش را از دست میدهد. یا در روایت دیگر میگوید که به اندازه 1 کوه احد اجر و پاداش را از دست میدهد. الله اکبر. ببینید که نگه داشتن سگ در خانه چی ضرری داشته است. اما کافرها که پلید هستند پلید رو دوست میدارند. امروز کافرها سگ را از خودشان زیادتر نگاه و بین میکنند، از خودشان بالاتر میدانند، زیرا اینکه اونها را سریشتشان، زیرا که اونها کافرها که خود پلید هستند پلید دوستدار هستند. اما مؤمن باید از این چیزهای پلید دوری بجوید. و کافرها را میبینید که سگها را چقدر شستشو میکنند و چقدر با شامپونها و صابونهای قیمت سگهایشان را میشویند، ساعتها در حمام سگشویی میکنند که سگ اصلا نجاست عین است. سگ را اگر 1000 بوشویی اون پاک نمیشود. آیا نجاست را، خود عین نجاست را با شستن میشود پاک کرد؟ آیا خوک با شستن پاک میشود؟ نمیشود. پس سگ هم همین طور است که با شستن اون سگ پاک نمیشود، زیرا اینکه اون نجاست عین است. پس کافرها که خود پلید هستند پس پلیدی را دوست می‌دارند، پس کاری را میکنند که به خودشان موافق هست در پلیدیشان. پس این حدیث بیان کرد که هر کسی که در خانه سگی را نگاه میکند، غیر سگ شکاری و غیر سگی که اون برای ماشیه هست، یعنی برای گوسفندچرانی و برای رمه هست، غیر این سگا را هر کسی نگاه میکند هر روز 2 قراط یا 1 قراط از ثواب اون انسان کم میشود. این بود حدیث 1687 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1688 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من امسک کلبا، یعنی که هر کسی که نگه بدارد سگ را، هر کسی که با خودش سگ داشته باشد، فانه ینقص من عمله کل یوم قراط، پس رسول الله میگوید فانه، پس حال و شأن این هست که اون انسان را ینقص من عمله، اون صاحب سگ را ینقص من عمله کم و کاسته می شود
از عملش، از پاداش عملهای نیکش، کل یوم قیراطون، هر روز به اندازه یک قیراط، به اندازه یک قیراط از صاحبی اون سگ، از پاداش عملهای صاحبی اون سگ کم و کاسته می شود، کم کرده می شود. الا کلب حرثین، مگر اینکه سگی که برای نگهبانی زراعت باشد، سگی که نگاه و بین میکند زراعت را، او ماشیتین، یا سگی که نگاه و بین میکند ماشیه را، یعنی سگی که نگاه و بین میکند گوسفندا و مالها را، پس این سگها را نگاه داشتن جایز است. غیر این سگها را نگاه داشتن حرام و ناجایز است. پس ببینید در اون حدیث بالاگی سگی که برای شکار است و سگی که رمه را نگاه میکند، گوسفند و مال را نگاه میکند آمد. در این حدیث 1688 سگی که زراعت را نگاه میکند در این ذکر شد. پس سه نمود سگ را نگاه کردن جایز است خلاص. غیر این سه نمود سگ نگاه کردنش حرام و ناجایز می باشد. این حدیث متفق علیه می باشد. و فی روایت لمسلمین، میگه در یک روایت دیگر در صحیح مسلم آمدگی است که من اقتنا کلبا، یعنی هر کسی که نگه بدارد سگ را، لیس بکلب صیدین، یعنی که اون سگی شکاری نباشد، ولا ماشیتین، اون سگ همچنین سگی نگاه و بین کننده گوسفندان و رمه و مال نباشد، ولا ارضین، اون سگ همچنین سگی نگاه و بین کننده زمین های کشاورزی نباشد، فانه ینقص من اجره قراطان کل یوم، پس هر آینه میگه حال صاحب اون سگ همین است که ینقص من اجره، یعنی کم و کاسته می شود، کم کرده می شود از اجر و پاداش عملهای صاحب سگ، قراطان کل یوم، یعنی 2 قراط هر روزه، هر روزه 2 قراطی کم کرده می شود. الله اکبر. ببینید نگاه و بین کردن سگ چی ضررهای برای عملهای انسان دارد. پس سگ نژادها و رنگهای گوناگونی دارد، یعنی سگ اشکال و رنگهای گوناگون دارد. همه نمود سگ نگاه کردن حرام است، چی رنگ سفید باشد و چی سیاه باشد و چی هر رنگی که باشد. اما رنگ سیاه را مخصوصا نگاه داشتنش منعش منعی غلیظتر و سختتر و وزمینتر است. سگ سیاه را نگاه داشتن این بسیار بدتر است. حتی ببینید سگ شکاری، اگر علما میگویند اگر که سگ سیاه باشد پس اون شکارش جایز نمی باشد، شکارش جایز نمی باشد. یا سگی که سگ سیاه وقتی که به پیش نمازگزار میگذرد، سگ سیاه اگر به پیش آدمی بگذرد که نماز خوانده ایستاده است، نمازش باطل می شود، نمازش را باید از سر نو بخواند. پس از پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شد که یا رسول الله، سگ سیاه چی تفاوت و چی فرقیتی از سگ‌های دیگر دارد، از سگ سفید و زرد و از دیگر سگ‌ها چی فرقیت دارد؟ چرا سگ سیاه به پیش نماز بگذرد نماز را باید از سر بخواند، نماز باطل می شود، باید از سر خوانده شود، اما دیگر سگ‌ها بگذرد این طور نیست؟ چرا؟ این حدیث مسلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که الکلب الاسود شیطان، یعنی کلب اسود سگ سیاه این شیطان است، سگ سیاه شیطان می باشد. از این حساب است که وقتی به پیش نمازگزار میگذرد پس نماز اون انسان باطل می شود و باید اون انسان نمازش را از سر بخواند. و اکثر علما همچنین درباره سگی که برای شکار آماده میکنند، اگر سگ سیاه باشد پس میگویند شکار اون سگ حلال نمی باشد. شکار کردنی سگ سیاه اگر هرچند که آموزاندگی باشند، تعلیم گرفتگی هم باشد، سگ سیاه را شکارش حلال نمی باشد. اکثر علما بر این
باورند و بر این اعتقاد می باشند. همان گونه ای که کافرها را ببینید شکارشان حلال است. کدام کافر؟ کافر کتابی را، یهود و نصارا را می توانی شکارش بخوری، شکار کردگیش حلال است. اما غیر از این کافرها چی؟ غیر از یهود و نصارا چی؟ شکارش حرام است. پس سگ هم همین طور است. یعنی سگ سیاه را شکارش حرام است، اما باقی مانده سگها شکارش حلال هست. پس علما به این اعتقاد و باور هستند نسبت به سگ سیاه. پس سگ سیاه را نگاه داشتن برای این چیزهایی که ذکر کردیم، چی برای شکار باشد، چی برای گوسفندوانی باشد، چی برای کشاورزی را نگاه کردن، این سگ را نگاه کردنش بدتر است یا ناخوب است. بلکه غیر این را اختیار کند. باید انسانی که اگر محتاج شد در این سه حالت که ذکر کردیم جایز است نگاه داشتن سگ، پس سگ را اختیار بکند که از رنگ سیاه نباشد، یعنی سگ سیاه نباشد. پس این بود باب حرام بودن نگاه داشتن سگ، مگر سگ شکاری و سگ گوسفند نگاه کنو و سگ کشاورزی رو نگاه میکردگی. این باب با همین به آخر رسید. باب نو شروع می شود. باب کراهت تعلیق الجرس فی البعیر و غیره من الدواب، یعنی باب در مسئله حرام بودن بستن زنگوله در گردن شتر و در غیر شتر از چارپایان دیگر. در هر چارپا در گردنشان زنگوله بستن این کراهیت دارد، این مکروه می باشد و این ناخوب می باشد. در بعض نسخه های کتاب ریاض صالحین آمدگی است که باب تحریمی تعلیق الجرسی، یعنی در بعض نسخه ها میگوید حرام است بستن زنگوله در گردن شتر یا و در غیر شتر از چارپایان دیگر. و کراهت استحباب و کراهت استصحاب الكلب والجرس فی السفری، یعنی همچنین باب در مسئله مکروه بودنی همراه داشتن سگ و یا همراه داشتن زنگوله در سفر. حرام است که انسان این دو چیز را در سفر همراهش داشته باشد. پس امام نووی رحمه الله در زیر این باب همچنین دو حدیث برای ما و شما تقدیم و پیشنهاد میگرداند. اولین حدیثی که در زیر این باب میارد حدیث 1689 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1689 کتاب ریاض الصالحین میگوید عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تصحب الملائکه رفقه فیها کلب او جرس. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید لا تصحب الملائکه، یعنی همراه نمی شود ملائکه، رفقتن یعنی جماعت را، کاروان و گروه را که فیها کلبون، همراه اون کاروان همراه اون گروه سگ باشد، او جرسون یا همراه آن کاروان زنگوله باشد. پس هر کاروانی که هر گروه و جماعتی که همراهشان سگ میگیرن ملائکه با اونها نمی باشد، یعنی ملائکه رحمت و ملائکه رحمت با اون طور انسانها نمی باشند، یا گروه جماعتی که همراهشان سنگ باشد، همراهشان جرس یعنی زنگوله باشد، پس اینها هم همچنین همراهشان ملائکه نمی رود. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی هست. پس این بود حدیث 1689 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1690
90 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عنه، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، هر آینه میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که الجرس مزامیر الشیطانی، یعنی که زنگوله مزامیر شیطان است، یعنی از آهنگهایی، از آوازهای شیطان می باشد. پس از این حساب است که هر گروه و جماعت، هر کاروانی که همراهشان زنگوله داشته باشند، پس ملائکه با اون جماعت همراه نمی شود. لا تصحبو، یعنی همراه اونها به سفر نمی رود، همراه اونها نمی باشد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی هستند. و درباره این زنگوله که هر جای ده باشد ملائکه با اونها نمی رود یا ملائکه با اونها نمی باشد، این زنگوله است که همیشه صدایش برآمده می استد. مثلا در سر گوسفند یا بز یا هر حیوانی اگر زنگوله گذاشتگی باشد، هر لحظه صدایش برآمده می استد. از این حساب علما میگویند و پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتند با اینها ملائکه یک جا نمی شود. اما در مسئله زنگ تلفن که در جای تلفن برای خبر کردن یک صدای میمانی، این جایز است. چرا؟ زیرا اینکه دائمی نیست، یا در جای اون بیدار کنک که تلفن میمانی که ساعت فلان تو را باید بیدار بکند، پس در این حالت هم جایز است. چرا؟ زیرا که این وقتی معین دارد و همیشه و دائمی نیست، همیشه و دائمی این نمی باشد. پس این زنگوله ماندن در زنگ تلفن یا ساعتی برای بیدار کردن این جایز است. یا در خانه ها زنگوله هایی هست، این هم جایز است، این هم درست می باشد. چرا؟ زیرا که اینها همیشه و دائمی زنگ زدن نمی استند. اما در سر یک حیوان یا در گردن یک حیوان اگر زنگوله آویزان کرده شد، ببینید هر زمانی که اون حرکت میکند اون زنگوله صدا برآوردن میگیرد و از این حساب است که منع شدگی است زنگوله آویزان کردن در گردن و در شاخ گوسفندان و حیوانات یا در گردن هر حیوانی باشد گذاشتن زنگوله رو از این حساب منع کردند، از این حساب منع شد. پس این بود باب مکروه بودن آویزان کردن و بستن زنگوله به گردن شتر و غیر شتر به دیگر چهار پایان. این باب هم همچنین به آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود باب کراهت رکوب الجلالتی، یعنی باب در مسئله مکروه بودن سوار شدن جلاله. سوار شدن جلاله مکروه می باشد. جلاله چی است؟ میگه و هی البعیر و الناقه التي تاکل العذره. این جلاله میگه همون شتر نر، بعیر شتر نر رو میگوین و ناقه شتر ماده. پس این جلاله همون شتر نر یا همون شتر ماده که تاکل العذره، یعنی نجاست خور هست. همون شتر نر و ماده که نجاست میخورد، پس اون را سوار شدن کراهت دارد، مکروه است. فإن اکلت علفا طاهرا، پس اگر که اون شتر علف طاهر بخورد، علف پاک و تازه بخورد، فطاب لحمها، پس پاک می شود گوشت آن شتر نجاست خور، زالت الکراهت، این کراهیت که سوار شدنش مکروه بود این هم از بین می رود. یعنی یک شتری که نجاست خور هست، اون شتر علف تازه بتیان، پس حکمی این کراهیت از گردن اون می رود و گوشت اون شتر طاهر و پاک می گردد. یا هر حیوانی که نجاست خور هست، حیوان نجاست خور، و اگر که اکثری طعامش، اکثری تغذیهش به علف باشد و گاه نجاست بخورد،
گوشتش حلال است و پاک است. اما اکثرش اگر که نجاست باشد، در این صورت اون حیوان را خوردنش گوشتش حرام است، گوشتش ناجایز می باشد، گوشت اون حیوان ناجایز می باشد. اما مرغا که اکثرا نجاست را ببینن زود نجاست خوری را شروع میکنن، مرغ را هم همچنین است. اگر که اکثر خوراکش نجاست باشد، پس مکروه است، کراهیت دارد اون گوشت اون مرغ. اما اگر کم باشد، یعنی که خوردنش گاه باشد، در این صورت باکی ندارد، گوشتش حلال می باشد، در این صورت حلال می باشد. پس این بود این باب. امام نووی رحمه الله در زیر این باب یک حدیث برای ما و شما تقدیم میکند که این حدیثی 1691 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1691 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: عن ابن عمر رضی الله عنهما قال، یعنی از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت: نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الجلالة في الإبل ان يركب عليها. یعنی که ابن عمر رضی الله عنهما میگوید منع کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم از شتران نجاست خور که ان یرکب علیها سوار شده شود بر بالایشان، یعنی از سوار شدنی اون شترهایی که نجاست میخورد رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردن از سوار شدن آن شترها. رواه ابو داود به اسناد صحیح. این حدیث را امام ابو داود با سند صحیح روایت کردگی هست. پس این بود حدیثی 1691 کتاب ریاض الصالحین. اما درباره جلاله ما گفتیم هر حیوانی که نجاست خور هست و علف میخورد، یعنی اگر اکثری طعامش اگر علف باشد، در این صورت اون جلاله نمی شود، حکم جلاله را نمی گیرد. اما اگر اکثری طعامش اکثری غذایش نجاست باشد، کم غیر نجاست را بخورد، در این صورت اون جلاله می باشد و گوشت اون مکروه است. و درباره مکروه بودنش، مکروه تحریمی است یا مکروه تنزیهی، اختلافات وجود دارد. اما اگر که گاه نجاست بخورد، در این صورت گوشت اون پاک است و هیچ باکی در گوشتش نیست، یعنی گوشتش حلال است و پاک می باشد. پس این بود باب مکروه بودن سوار شدن جلاله. بعد از این امام نووی رحمه الله باب نو رو می آورد، باب النهی عن البصاق فی المسجد والامر بازالته منه اذا وجد فيه والامر بتنزیه المسجد عن الاقذار. یعنی باب نو در مسئله منع بودن انداختن آب دهان در مسجد و امر همچنین درباره دور، این باب همچنین در مسئله امر کردن به ازالته منه، یعنی از بین بردن آب دهان یا چیزهای بد از مسجد اذا وجد فیه، هنگامی که در مسجد دیده شد. والامر بتنزیه المسجد، یعنی که امر همچنین، یعنی که این باب در مسئله امر کردن با پاک نگه داشتن مسجد است، عن الاقذاری، از چیزهای پلیدی ها و از چیزهای آلوده ها که مسجد باید پاک نگه داشته شود. پس این باب نو است. این باب نو را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزه‌مان. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.